سلام کردم. 2 ساعت ما میخوایم فیلم بگیریم، این همسایه بالایی نمیذاره. یعنی من 2 ساعت الان نشستم که اینجا بیام برای شما ویدیو بگیرم، این همسایه بالاییمون طبق معمول ریمونت داره، هی صدا میده. دیگه گفتم بگیرم براتون ویدیو رو بگیرم، ان شاءالله که دیگه زودتر این صداشو ول کنم. نمیدونم تو ویدیو چقدر صداش میاد، امیدوارم که اذیت نشین. خب بریم سر اصل مطلب. ویدیو قبلیمو که امیدوارم گوش داده باشین، که اگه گوش نداده باشین حتما ببینین که مکمل همه. خلاصه آقا بریم آخیش دیگه صدا نمیده. خب آقا تا اینجا براتون تعریف کردم که من در آخر تصمیم گرفتم برم چین. بین حالا هند و چین تصمیم گرفتم برم چین. ما اومدیم با اون طرفی که قرار بود کارمون رو انجام بده، خب همشهری ما نبود، از یه استان دیگه بود. باهاش تماس گرفتیم و اینا دیگه در مورد چین و شرایط و اینا توضیح داد بهمون و گفتش که آره میشه حالا کارهای پذیرششون رو انجام بدم، که کاراشون رو انجام بدن. شرایط رو بهمون توضیح دادن، همه چی رو گفتن که میتونین کارا رو انجام بدیم که بریم. و قرار شد که ما اول بریم دوره کالج هم کلا کالج اینجوری بود که ما میریم مثلا یه خورده زبان چینی، زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک و زیست رو حالا قرار بود بخونیم و بعد وارد دانشگاه شیم. گفتیم که خب ما بهتره که بریم دوره رو اول بگذرونیم یا آمادگی پیدا کنیم بعد وارد دانشگاه شیم. خلاصه صحبت ها رو کردن دیگه، ما تحقیقامونو کردیم. حالا اصلا چرا من تصمیم گرفتم برم چین؟ چون اون موقع چین آسون ترین کشور بود که میشد برید. چرا؟ چون مدرک زبان نمیخواست، بعد حالا شرط خاص سنی، حالا سنمون که اوکی بود ولی شرط خاصی نداشت. بعد از نظر هزینه هم مناسب بود و حالا اون موقع خیلی برامون مهم بود که حالا کشوری که میریم مثلا خوابگاه بده فلان بده، ولی در صورتی که واقعا اصلا چیز خیلی خاصی نیست. بعد اونجا دانشگاهاش خوب بود، خوابگاه میداد. بعد شرایطی که حالا ما بررسی کردیم چین برامون بهترین کشور بود و کشور چین رو انتخاب کردیم. دیگه ما باهاشون صحبت کردیم، با خانواده‌هاشون، با خودشون صحبت کردیم، قرار شد که کار ما رو انجام بدن و ما وارد کشور زیبای چین شیم. خلاصه ما اول گفتیم خب بعد چیکار کنیم، از کجا شروع کنیم. بعد خانم برگشت گفتش که حالا همه اینا هم در قبال پول و اینا بود، اینجوری که نبود، یعنی 2 برابر، باور کنید 2 برابر پول این شرکت ها ما به اونا پول دادیم. خانم برگشت گفتش که خب اولین قدم اینه که شما کارنامه‌هاتون رو بفرستین، بررسی کنیم، به دانشگاه بدیم، بعد ببینیم چی میشه، میتونیم پذیرشیتون رو بگیریم یا نه. بعد ما هم که خب میگم اون موقع اصلا مثل الان نبود 100 تا پیج یوتیوب مثلا اینستاگرام یا مثلا جای دیگه باشه که بتونی تحقیق کنی. نه بابا، یه گوگلی بود میزدی تحقیق میکردی. منم تا اون موقع اصلا گوشی نداشتم که بخوام حالا کار کنم، ولی با لپتاپ خیلی مثلا حالا این کارا رو انجام میدن، تحقیق میکردم و اینا. بعد گفتیم که خب حالا گوش به تجربیات من. بعد خلاصه گفتیم که اوکی حالا بفرستیم، شاید حالا مثلا راست بگم یه مثلا شرایطی داشته باشه. ما کارنامه ها اینا رو فرستادیم. بعد یه مثلا تو کارشون هم ماشاءالله حرفه‌ای بودن، نذاشت که مثلا همون دقیقه بهمون نگفت. گذاشت یه هفته گذشت. بعد پیام داد گفتش که ما کارنامه هاتون رو فرستادیم برای دانشگاه. بعد دانشگاه گفته که مثلا ریاضی من مثلا 18 بود یا زیست من مثلا 18 بود. ما پیام دادیم به کارنامه رو فرستادیم برای دانشگاه گفته که به خاطر اینکه نمرات، حالا فکر کن چقدر دروغ، نمرات درس ریاضی، حالا ریاضی اصلا چه ربطی داره، ریاضی و زیستشون پایینه، شاید اون رشته‌ای که بخوام ما نتونیم براشون پذیرش بگیم. بابا چی میگی؟ اصلا من میخواستم برم کالج. بعد حالا باید اینقدر پول بدین که ما به دانشگاه بدیم. گفتن که اگه پول بدین اوکی میشه. حالا مثلا چقدر نامرد، بابت هر درسی تو حالا میخوای پولم بگیری بگو، حالا کلی مثلا اینقدر بدین اوکی. بابت ریاضی و زیست که حالا 18، حالا بگو مثلا نمره اگه مثلا واقعا آدم میمونه. بعد به خاطر این باید یه پول بدین تا دانشگاه چیز شه، پذیرش بگیره.
و حالا ما هم خب مثلا هیچی گفتیم خب حالا باشه اوکیه این پولو بگیریم مثلا کار رو انجام بدیم. اینجا این اولین حرکتی بود که زدن در مورد کار ما، گفتن که پول بدین تا دانشگاه پذیرش بگیره. ما حالا پول بهشون دادیم که پذیرش رو بگیره. دیگه همینجور کار پذیرش و اینا رو انجام داد. بعد آماده شدیم که حرکت کنیم به سمت کشور زیبای چین که بریم چین. بعد خب ما یعنی کسی که میخواست کارمون رو انجام بده اون خانمه بود، ولی اون حالا به خاطر اینکه این کارا رو انجام داده بود، یعنی حالا این خلاصه بگم چی اسمشو بذارم، کلاهبرداری بذارم، دروغ بگم، نامردی بذارم، چی اصلا نمیدونم چی، حالا شما بگین اصلا اسم این کار چی میشه. به خاطر این کارهایی که انجام داده بود خودش حتی یک بار نیامد و یکی از دوستاشو فرستاده بود که حالا کارهای ما رو مثلا انجام بده، به هر حال مثلا کارهای مثل ترانسفر فرودگاهی و خرید سیم کارت و این کارامون اون طرف انجام بده. و ببینید اینا چقدر زرنگ بودن. اون دوست صمیمیش بود و مثلا دوست صمیمیش هم که فرستاده بود سمت ما، آره منم ناراضیم، ما با هم دوستیم، ما با هم همسایه‌ایم، پول منم خورده، منم ازش شکایت کردم. یعنی یه جوری داشتن اکت میکردن که منم، یعنی اون دوستش که اومده کار ما رو انجام بده، یعنی منم سمت شما هم که حالا ما مثلا چیزی نگیم. خلاصه ما گذشت دیگه، کارمون رو انجام دادیم، به هر حال پذیرش و اینا رو گرفتن. بعد این سری دارم آب میخورم چایی نیست. بعد خلاصه کارای پذیرش و اینا رو انجام دادم. ما قرار شد بریم و حالا تو فرودگاه اصلا به ما نگفته بود که حالا خودش قرار نیست بیاد، گفته بود من با دوستم میام. ما امید داشتیم که وقتی میریم اوشون رو ببینیم تو فرودگاه. رفتیم دیدیم فقط ایشونن، فقط دوستشون. گفتش که حالا خانم اکس براش کار پیش اومده، امروز نمیدونم تولد داشته چی داشته نتونسته بیاد. من اومدم گفتیم خیلی خوب. بعد گفتش که یکی از دوستای عرب ما الان رفته کشورش، خونش خالیه. این یه هفته که حالا کارهای دانشگاه و ایناتون انجام میشه میتونین بیاین تو خونه این اقامت داشته باشی که تا حالا کاراتون رو انجام میده. حالا خونه اون کسی هم که برای ما بالین اصلا واقعا گردن خودشون، نمیدونم خونه کی بود، اصلا خونه خودشون بود، خونه دوستشون بود، خونه کی بود دیگه. گفتش که ما رفتیم اونجا که یه هفته‌ای که کارمون رو می‌خوایم انجام بدیم، حالا کار خوابگاهمون و پرداخت شهری این کارمون انجام میشه اونجا باشه. البته یه هفته نه، فکر کنم حدود یه ماه این کارهای ما طول کشید. واقعا من عذرخواهی میکنم بابت این صدا، خیلی منتظر شدم که صدا قطع شه ولی قطع نشد، مجبور شدم فیلم بگیرم چون خیلی کار داشتم، نمیتونستم بیشتر از این صبر کنم. بعد خلاصه ما رو برد اون خونه. بچه‌ها اصلا من خونه رو ریختم و رفتم دیگه، برگام ریخت، رفتم خونه رو دیدم. یه خونه بود بگم چند متر، مثلا 15 متر این حالتی، یه خونه 15 متری به این کوچولویی، حمام، دستشویی، همه چیش تو همون بود. آشپزخونه‌اش، مثلا آشپزخونه‌اش انقدر بود، یعنی واقعا یک نفر آدم به زور توش جا میشد. خیلی خونه کوچولو بود. یه دستشویی انقدی بدون سطل بدون هیچی، یه اتاق انقدی، یه ذره مثلا دستشویی انقدر بود، اتاقش انقدر بود. بعد یه مبل مثلا انگار یه خونه کبریتی، یه قاطی کبریت در نظر، یه خونه کبریتی. رفتیم داخلش. بعد قرار بود حالا مثلا من یه ماه اونجا بمونم و تا کارهای پذیرشم انجام شه. از دانشگاهم هم دور بود، یعنی هر سری میخواستم برم دیگه یه مکافات اینا بود که برسم به دانشگاه. بعد گفتش که حالا یه ماه اینجا بمونی کارتو انجام شه. من یه روز موندم. یه شب اول که موندم، دستشویش که افتضاح، خونه که افتضاح، اصلا حالم داشت، تو دلم داشت آشوب بود، اصلا نمیتونستم تحمل کنم و خونه را. بعد دیگه گفتم اینجوری نمیشه، من هر چقدر طول بکشه اینجا نمیتونم بمونم حتی یک روز دیگه. رفتم دانشگاه، همون فرداش رفتم دانشگاه و ساعت چمدونامو بار کردم رفتم هتل. اون دانشگاهی هم که من بودم اصلا اینجوری نبود که فکر کنه یه مؤسسه دانشگاه باشه، یه شهری بود برای خودش. هتل داشت، بازار داشت، بازار محلی، خرید، نمیدونم خونه، ساختمون،
رستوران، همه چی. اصلا لازم نبود که تو سالیان سال میتونستی تو اون دانشگاه زندگی کنی بدونی که به هیچی احتیاج داشتی، همه چی داخلش بود. با این تفاوت که چیزایی که داخلش بود همه چی برقی بود، مثلا موتور، ماشین، همه چی برقی بود که آلوده نشه فضای دانشگاه. بیرون همه چی مثلا بنزینی بود. این تفاوتش این بود، یعنی هیچ ماشین، همه ماشین، حتی ما اونجا اتوبوس داشتیم، اتوبوسا برقی بود، هیچی حق نداشت که بنزینی باشه که بخواد محیط رو آلوده کنه. دیگه من رفتم دیدم اینجوری نمیشه. بعد رفتم دانشگاه، محیط دانشگاه، گفتم میخوام تو هتل بمونم. هتل گرفتم، فکر کنم یه 2 هفته اینا کارم، یا 1 ماه 2 هفته، واقعا دقیق یادم نمیاد تا کارم انجام شه. هتل رو گرفتم دیگه. هتل نزدیک دانشگاه بود. خب میگفتم چه کاریه من اگه بخوام از اون خونه به این دوری هر روز تاکسی بگیرم برم بیام، بعضی وقتا اصلا لازمه روزی 2 بار بری. خب پول میدم هتل میمونم دیگه. بعد هتل گرفتم موندم. بعد این خانم، حالا اینا که قرار بود کار ما رو انجام بدن، تنها کاری که انجام داد این بود که تو هتل اومد دنبال ما، حتی سیم کارت نگرفت، حتی حساب بانکی باز نکرد، هیچ کار، همه کار رو خودم انجام دادم. ما رو آورد توی چیز، از فرودگاه منو برد توی خونه که نخواستم. بعد رفتم دانشگاه، خودم هتل گرفتم. یادم نمیاد تو هتل با هم اومد یا نه، ولی اصلا انقدر وضعیت بد بود اصلا یادم نمیاد هتل اومد با هم بگیره یا نه، یادم نمیاد. فکر میکنم هتل رو اومد منو برد دانشگاه. دیگه رفت دیگه همه کارا رو خودم کردم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اونجا انقدر چیز بود، نظم داشتن. من که رفتم تو دانشگاه، بهم اونجا بیشتر از ویچت استفاده میکردن. بهم گروه ویچت رو داد که همه اونجا بودن. ما یه سرگروه داشتیم که کامل انگلیسی میتونه صحبت کنه، همه کار ما، من هر کاری داشتم بهش پیام دادم، کارم انجام داد دیگه. اون خانم مفقود الاثر شد، یعنی اونی که کار ما رو انجام داد من حتی 1 بار ندیدم اونجا، دوستشو فرستاده بود. خب دیگه منم بودم میترسیدم، این همه حرف زده بودم دیگه، نمیومدم سر اثر جمع دیگه. بعد خب ما هم اوایل رفته بودیم، من واقعا اگه میخواستم چین بمونم واقعا ولش نمیکردم دختره رو تا بفهمه که نباید این کارا رو انجام بده دیگه. از اونجایی که خدا فکر کنم سرشو بوسید دیگه، من پشیمون شدم از چین برگشتم. در غیر این صورت اگه چین میموندم واقعا نمیذاشتم قصر در بره. آدم چقدر دروغگو باشه، آدم چقدر نامرد باشه این حرفا رو بزنی برای هر چیزی. حالا چه چیزایی باور کن سر ما رو کلاه گذاشت که ما تو اون وضعیت اصلا حوصله بررسی بهش نداشتیم، حوصله فکر کردن بهش نداشتیم. دیگه من رفتم تو هتل، خلاصه سرتون رو به در نیارم، دیگه رفتم تو هتل. بعد یه چند وقتی موندم، کارام انجام شد، منو وصل کردن به گروهمون و سرگروهمون قشنگ کارمون رو انجام داد، همه چی خیلی آروم و شیک و مجلسی دیگه پیش رفت و انجام شد. خلاصه میخوام اینو بهتون بگم، واقعا الان مثل قبلا نیست. الان گوشی هست، الان یوتیوبه، الان فضای مجازی، هر کاری که میخواین انجام بدین قبلش تحقیق کنین، الکی نذارین گولتون بزنن، سرتون کلاه بذارن. تازه اگر کسی هم این کارو انجام داد، یعنی حسابشو بزنین کف دستش، ولش نکنین. اینجوری شده که کلاهبردارا زیاد شدن، به خصوص کسایی که از ایران خارج میشن. اگه کسی هم سرتون کلاه گذاشت تا آخرش وایسین، یعنی اصلا از حق خودتون دفاع کنین، نذارین اصلا حقتون ضایع شه. خلاصه ولی هر کاری که میخواین انجام بدین قبلش تحقیق کنین. چرا الکی اعتماد میکنین؟ چرا الکی هر کسی یه حرفی میزنه گوش میدین؟ واقعا الان من کار ندارم، من الان پیج خودم که الان زدم واقعا در مورد همه چی توضیح دادم. الان کسی که میخواد مهاجرت کنه میفهمه این چیزا هست. واقعا بشین یه خورده تحقیق کنین، الکی نگذرین که اینو پر روشن. اون دوره که میبینیم ما رفتیم واقعا اینجوری نبود، مثل الان این همه پیج، این همه آگاهی نبود که اینجوریه. خلاصه این از قسمت دوم داستان مهاجرت من که من دیگه رسیدم اونجا چه بلاهایی سر ما آوردم. خلاصه اینجوری گذشت. امیدوارم که این داستان کلی من، حالا من خیلی از داستانهای دیگه هم تعریف کردم، حتما اون ویدیو هم نگاه کنین. خلاصه اینجوری دیگه ما رفتیم چین و درس خوندن هم شروع کردم و به این صورت گذشت.